روز استقلالیت ما 100 سالها انتظار بودیم و در اصل 21 صاحب استقلالیت شدیم و اکثر اثرها بخشیده به همین مبارزه مردم برای آباد کردن وطن، خودشناسی، اساساً این اثرها برای همین آفریده شده است. دوباره در خاطره های ما این گذشته یک بازبینی شد. مهمتر از همه برای نسل جوان هنرمند دیدن این آثار خیلی مهم است، چون که امکانیت نیست که شاید همیشه اونا آویزان باشند. از 12 قسم عبارت است. یعنی که سرگذشت زندگی تاجیکستان را ببینید که در یک چارچوبه او را حیات را از سر کردهش تا امروز از قسم پایینی را که می‌بینید فکر می‌کنم که روزهای دهشتباری که در تاجیکستان بود درباره آن قصه های خود را می‌کند.